دوستان گرامی، 4 روز پیش زهرش گرفتم، فیلمش هم گذاشتم برات. الانم باز مجدد گرفتم. خب زهر 4 روز پیشو با زهر الان مخلوط کردیم. این دیگه آخرین فیلمی بود که ازش گرفتیم. این دیگه الان باید خواب باشه. الان باید سیرش کنم و دیگه بخوابونمش. می‌بینید این بیحالیشو فقط به خاطر همین چیزه. خیلی خوب. حالا یه ذره ای هم آب. اینم به افتخار و سلامتی تمام فالوورای خوب من، شما که با مرام و با معرفتید، عشقید، به سلامتی شما. این همون فیلمی که بهتون قولش داده بودم، فیلم خوردن زهر مار. ولی دوستان شما هیچ وقت این کار امتحان نکنید ها. این از این دهن که میره داخل تا تو روده، تو معده، اگر کوچکترین زخمی، خونریزی داشته باشید، این با اون ترکیب بشه، با نیش زدن این حیوان هیچ فرقی نداره. کشنده است. بسیار کار خطرناکیه. مراقب باشید.